سلام، شما به پادکست چاپاد گوش میدید و من ابراهیم ربانی میزبان شما در این پادکست هستم. چاپاد، همون پادکست چاه، اپیزود شماره 2، ابوذر در خشم دریا. در این قسمت از پادکست چاپاد به بررسی حادثه چاه شماره 14 سکوی A11 از چاه‌های میدان دریایی ابوذر میپردازیم. با این حال چاه 17 که اولین چاه حفاری شده برای ارزیابی و تولید از یکی دیگه از مخازن میدان ابوذر، یعنی یه مخزن نفتی دمام بود، ساختار تکمیلی یکم متفاوتی داشت. کارشناسا تو تشخیص علت حادثه با 2 ابهام عمده روبرو شدن. میدان ابوذر یه میدان کاملا توسعه یافته بود و با توجه به زمین شناسی منطقه و حفاری چاه‌های اکتشافی و توسعه‌ای قبلی هیچ لایه گازی در عمق 360 متری وجود نداشت، در صورتی که در حین حفاری چاه 20 با گازی که به درون چاه راه پیدا کرده بود مواجه شده بودند. در حقیقت چرایی فوران گاز از چاه 17 بعد از کنترل فوران چاه 20 نامشخص بود. تو همه چاه‌هایی که حفاری کرده بودند، تو همه چاه‌های این سکو، تو محدوده 306 تا 380 متری یه لایه ماسه‌ای متخلخل بود. این احتمال وجود داشت که این لایه حاوی گاز باشه. به منظور بررسی این موضوع اومدن از ادارات زمین‌شناسی و مخازن شرکت نفت فلات قاره خواستن که این ساختار لایه‌ای و زمین‌شناسی میدان رو مورد بازبینی مجدد قرار بده و موشکافانه تر مسئله رو نگاه کنه، ولی بر اساس اطلاعات موجود اون موقع هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود لایه گازی توی این عمق نبود. اداره ژئوفیزیک و مدیریت طرح‌های اکتشافی فلات قاره هم مأمور بررسی اطلاعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی برای تشخیص وجود لایه گازی احتمالی توی این عمق کم شدن. وقتی همه تیم‌ها اومدن موضوع رو بررسی کردن، منشأ احتمالی گاز رو گفتن یا میتونه یه لایه گازی مستقل باشه یا میتونه گاز به تله افتاده در نتیجه مهاجرت از مخزن عمیق‌تر آسماری بالایی باشه یا گاز به تله افتاده در نتیجه مهاجرت از مخزن عمیق‌تر غار باشه. سایر مخازن تولیدی هم دمام و برگن بودن که نفتی بودن و فشار اشباع اونا بالاتر از نقطه شبنم بود، بنابراین احتمال حضور گاز توی اونها پایین بود. پس فقط لایه گازی غار و آسماری بالایی به عنوان کاندیداهای منبع گاز فورانی توی سطح تعیین شدن. برای تشخیص منشأ گاز تولیدی از بین اون 3 احتمالی که گفتیم، از گاز فورانی چاه 17 توی سطح نمونه گیری کردن، بعد با ترکیب گاز مخزن غار مقایسه کردن. با آنالیز گاز نمونه گیری شده توی سطح، نمودار اثر انگشت گاز مخزن غار و گاز مخزن آسماری بالایی برای مقایسه ترسیم شد و این نتیجه حاصل شد که این گاز فورانی توی سطح به احتمال فراوان از خود مخزن غاره. برای تایید بیشتر، مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی نشون داد که احتمال لایه گازی مستقل وجود نداره، ولی تنها چیزی توی عمقای 300 تا 400 متر دیدن یه لایه ماس سنگی باریکیه که به صورت پراکنده اونجا هست. این لایه‌های پراکنده میتونه به عنوان تله‌هایی باشه برای گازهایی که مهاجرت کردن از لایه‌های پایینی. با آنالیز سیال اینطوری که به نظر می‌رسید گاز از مخزن غار به سمت بالا حرکت کرده بود، توی یکی از این لایه‌های ماسه‌ای به دام افتاده بود و وقتی داشتن توی عمق حفاری می‌کردن به صورت ناخواسته تو مسیر حفاری قرار گرفت. تا اینجا ابهامات موجود در مورد منشأ گاز تقریباً برطرف شده بود، اما هنوز با وجود بستن چاه 20 و چاه 17 فوران همچنان کنترل نشده بود و این موضوع مجهول باقی مونده بود. اونقدر حجم فوران گاز از چاه 17 زیاد بود و میزان H2S اون بالا بود که امکان استقرار دکل روی اون چاه و اینکه بخوان اونجا عملیاتی انجام بدن امکان پذیر نبود و
به نظر می رسید که یه ارتباطی بین این دوتا چاه باید وجود داشته باشه. به همین خاطر اومدن برای اینکه این شدت فوران چاه 17 رو کم کنن، چاه 20 رو باز کردن و این گازهای تولیدی رو به سمت برنری همون مشعل هدایت کردن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، از شدت فوران چاه 17 کم شد و این امکان به وجود اومد که بتونن دکل رو روی این چاه قرار بدن و مستقر کنن. مخزن غار به عنوان منشأ گاز فورانی پیشنهاد شد. به همین خاطر احتمالاتی رو که به عنوان مسیرهای احتمالی برای ارتباط بین مخزن غار و لایه ماسه‌ای گازی سطحی اومدن در نظر گرفتن. یکیش ارتباط از طریق پشت لوله جداری چاه‌های قبلی بود. یکی دیگه احتمال ارتباط از داخل چاه‌های مجاور بود. نهایتاً احتمال نشت از چاه شماره 14 مطرح شد. تکمیل معمول این مخزن این بود که لوله جداری 9.5 اینچ رو در رأس سازند غار، لاینر یا لوله آستری 7 اینچ رو داخل مخزن قرار میدادن و سیمانکاری میکردن. شرایط چاه 17 یکم متفاوت بود، چون هدف از این چاه تولید از این مخزن عمیق‌تر بود به اسم دمام. لوله جداری 9.5 رو زیر سازند دمام قرار دادن. بنابراین در صورت سیمانکاری مناسب، مخزن غار و آسماری مستقیما به پاشنه لوله جداری 13.3 در 310 متری ارتباط پیدا می‌کردند. به احتمال اینکه کانالیزه شدن گاز وجود داشته باشه بود. به همین خاطر احتمال اینکه گاز از مخزن غار به سمت بالا بیاد به عنوان اولین گزینه مورد بررسی قرار گرفت روی چاه 17. بعدم یه موضوع دیگه که بود این که تو حین حفاری چاه 17 که خیلی قبلتر از چاه 20 انجام شده بود، به طور قطع این لایه ماسه‌ای گازی رو قطع کرده، ولی هیچ گونه فوران گازی رو مشاهده نکردیم. فقط وقتی که داشتیم چاه 20 رو می‌کشتیم، گل سنگین داشتیم تزریق می‌کردیم، فوران گاز از این چاه مشاهده شد. در پاسخ این موضوع باید گفت عمقی که گاز توی چاه 20 مشاهده شد خیلی کم بوده و با توجه به حفاری چاه از روی یک سکو توی این عمق فاصله چاه‌ها از هم خیلی کمن و در حد چند مترن. بنابراین به نظر میرسه که گل سنگینی که برای کشتن چاه 20 استفاده شده یه فشاری بیشتر از فشار شکست به سازند وارد کرده و باعث شده که سازند شکاف برداره. با توجه به فاصله چند متری چاه‌ها از هم دیگه توی اون عمق، به احتمال زیاد این شکاف یه مسیر ارتباطی بین دو چاه برقرار کرده. از اونجایی هم که عمق کفشک لوله جداری 13.8 اینچ چاه 17 دقیقاً تو همون عمق حفاری چاه 20 بود، شکاف باعث آسیبدگی سیمان این پاشنه و پشت لوله جداری شد و پشت سر این گاز از این به سطح رسیده باشه. به منظور بررسی صحت این احتمال تصمیم گرفته شد که عملیات مشبک‌کاری پشت لوله جداری 9.5 اینچ چاه 17 از طریق لوله مغزی سیار در 2 مرحله در سازندهای آسماری فوقانی و غار با هدف شناسایی دسترسی منشأ فوران گاز انجام بشه. بعد از مشبک‌کاری، عملیات تزریق گل حفاری آب و مواد تریسر یا ردیاب به مشبک‌ها انجام شد، اما هیچ گونه کاهش محسوسی تو میزان و شدت فوران گاز تو سطح مشاهده نشد و عملاً هیچ گونه از این مواد ردیاب هم تو دریا مشاهده نکردن. این نشون میده که راهی برای هدایت گاز از اون عمق به سمت بالا وجود نداشته. با توجه به بررسی‌ها و استدلال قبل، گروه فنی متوجه شد که چاه 17 و ارتباط از پشت لوله جداری اون در بالای مخزن غار نمیتونه منشأ اولیه مهاجرت گاز به سمت بالا باشه. با این حال به منظور رسیدن به قطعیت بیشتر تو این موضوع، اومدن عملیات نمودارگیری جریانی، دمایی، صوتی از طریق شرکت TGT انجام دادن. تو این نمودارا مشخص شد که گرادیان زمینگرمایی یا چاه 17 از عمق 160 تا 350 متری یک گرادیان طبیعی داره، ولی توی عمق 160 متری با افت شدید دما مواجه هستیم که این افت دما میتونه در اثر حرکت شدید سیال رخ داده باشه. نمودارای صوتی این موضوع تایید میکردن. با توجه به ماده فرکانس مشخص شد سیال در حال جریان گازه. نمودارا این نکته مهم نشون میداد که سیال
اطلاع یافته به چاه 17 از عمق 160 متری به پشت لوله‌های جداری نفوذ کرده و تو عمق پایین‌تر اصلا جریانی پشت لوله جداری مشاهده نمیشه. تا حالا داده‌هایی که جمع کرده بودن این بود: حین حفاری چاه 20 ناگهان با یه لایه گازی غیرمنتظره مواجه شدن که در نتیجه استفاده از گل سنگین برای کشتن چاه فشار بیشتر از فشار شکاف سازند وارد شد و باعث ترک خوردن اون شد. با توجه به اینکه مطالعات زمینشناسی وجود لایه‌های ماسه باریک رو اثبات می‌کرد، این لایه‌ها و ترک‌های طبیعی بین چاه‌های 17 و 20 و شکستگی‌های ناشی از گل سنگین گاز رو به سمت بالا هدایت کرد. این گاز از طریق لایه‌های ماسه‌ای به سمت بالا حرکت کرد تا اینکه تو عمق 160 متری با یه لایه نفوذناپذیر مواجه میشه. این موضوع باعث بالا رفتن فشار گازی شده بود که به تله افتاده بود. در نتیجه افزایش فشار، گاز راه خودش رو از فضای حلقوی بین سازند و لوله جداری 9.58 چاه 17 تو عمق 160 متری که سیمانکاری اون خیلی ضعیف بود به سمت بالا باز میکنه. با توجه به مردود شدن احتمال مهاجرت گاز از مخازن پایین‌تر و از طریق پشت لوله جداری چاه 17، حالا این سوال پیش می اومد که گاز مخزن غار از طریق کدوم چاه به سمت بالا اومده که بعداً با به تله افتادن و نهایتاً از طریق چاه 20 با اون برخورد شده باشه.